صاحبکاران زاده جماعت وروخ که اساساً در روسیه کار میکنند برای خانواده های قربانیان و ضرر دیدگان مناقشه های اخیر در مرز با قرقیزستان به مبلغ بیش از 5 میلیون روبل کمک فرستادند. به گفته مقامات اسفره از نام یک گروه صاحبکاران به مبلغ 1 میلیون و 700 هزار روبل و از سوربون ساوردینوف مؤسس و رهبر شرکت بیست فود به طور علایده 3.5 میلیون روبل یا 510 هزار سومونی کمک رسیده است. زبیدالله شومدوف سخنگوی شهرداری اسفره به از پلیوس گفت 1.7 میلیون روبل کمک گروه های صاحبکاران زاده وروخ را چنین تقسیم کردند. صاحبکاران وروخ از شهرهای روسیه به 14 خانواده که از این 10 خانواده در درگیری های اخیر ماه اپریل پیوندانشان قربانی شدند و 4 خانواده که نزدیکانشان در سالهای پیش کشته شده بودند 100 هزار روبل روسی به 9 خانواده زخمی شده ها از 20 تا 50 هزار روبل روسی کمک مالی فرستادند که ما آن را سپاریدیم. 510 هزار سومونی فرستاده سوربون ساوردینوف را نیز به گفته زبیدالله شومدوف در بین عائله های کشته شده ها و زخمیان تقسیم کردند. از این مبلغ به خانواده های هر 19 نفر قربانی 15 هزار سومونی، به 33 خانواده زخمی شده ها 5 هزار سومونی و به عائله 6 نفر که در حالت وزنین زخمی و بستری هستند 10 هزار سومونی از حساب صاحبکار سوربون ساوردینوف فرستاده شده است. پدر و پسر عبدالجلیل و سوربون ساوردینوف صاحبکاران شناخته زاده وروخ می باشند که اساساً با تجارت میوه خشک مشغولند. سوربون ساوردینوف در مسکو شرکت بیست فود را میچرخاند. ماه اپریل در جریان سفر کاری پرزیدنت به جماعت وروخ ساوردینوف ها در حضور امام علی رحمان در زادگاهشان مرکز فرهنگی فراغتی و ورزشی شیرین را مورد بهره برداری قرار دادند. این مرکز با خرچ بیش از 2 میلیون سومونی در میدان 2 هکتار زمین